تنها کودکستان هوشمند منطقه 17 که بر پایه هوش 8گانه گاردنر طراحی شده. هوش حرکتی و حرکت‌های بدنی یکی از اصول 8گانه گاردنره. اصولی که به فرزندتون کمک میکنه سریعتر یاد بگیره با استفاده از نمایش‌های تصویری و استاد راهنما. تقویت هوش برون‌فردی، هوشی که به فرزندتون کمک میکنه بازی‌های گروهی رو واسه رسیدن به یک هدف خاص درست انجام بده. سومین مؤلفه هوش درون‌فردی، یعنی فرزندتون یاد بگیره یه سری رازها بین خودش و خانواده است، یه سری رازها رو باید حتما بیاد به پدر مادرشون بگه. رازهای خوب مثل روز تولد مامانمه، من نباید به مامانم بگم با بابام برم یه کیک بگیرم، مامانم رو سورپرایز میکنم. رازهای بد مثل مردم گفتن لباستو در بیار، نباید در بیاریم، بوده میریم به مامانمون میگیم. آفرین دختره. این مؤلفه تقویت هوش زبانی، یعنی از همین الان گنجینه لغات بچه‌تون رو زیاد میکنم با بازی‌های متنوع و جذاب که میتونین از همین الان به فکر این باشین که فرزندتون وکیل بشه، استاد دانشگاه خوبی بشه، وارد حرفه بازیگری یا خبرنگاری شه. هوش بصری و فضایی که به فرزندتون کمک میکنه اون چیزی رو میبینه رو تحلیل و وارد اجرا بشه. این فضا و این بازی به فرزند کمک می‌کنه تو آینده آدرس‌ها و نشونی‌ها رو خوب یاد بگیره و حفظش کنه. هوش موسیقیایی، هوشی که به فرزندتون کمک می‌کنه از همین الان نوت، موسیقی و ریتم و آهنگ رو یاد بگیرن. آرت بازی یکی از اون بازی‌های جذاب نسپله که به فرزندتون کمک می‌کنه کنترل کنه نشانه‌های وسواس و اضطراب. داشتن خانه بازی در کنار استفاده از لباس‌های مرتبط با مشاغل، تنپوش حیوانات مختلف که فرزندتون از حیونا نترسن و البته آشپزی‌های خوشمزه‌ای که اساتید اینجا واسه فرزنداتون انجام میدن، مثل همین کیکی امروز واسه ما مهیا کردن. اینم بهتون بگم که تمام لوازم تحریر اینجا هر چقدر بچه‌تون استفاده کنه و بشکونه کاملا رایگانه. هوش طبیعت‌گرایی، هوش که فرزندتون از همین الان یاد میدن چجوری بتونه با طبیعت ارتباط خوبی برقرار کنه، ارتباطی که محدود به این آبیاری آشنایی با گلا نمیشه. اردوهای مختلفی هم تو دل طبیعت دارن. کودکستان مهد مادرم شعبه دوم گل‌های بهشته، کودکستانی که فرزندان زیر 2 سال شیرخوار رو توش نگهداری میکنن. مادرها میتونن با خیال راحت فرزندشون اینجا بسپرن و به کاراشون برسن. خلاصه که گل‌های بهشت دقیقاً همون جایی که واسه آینده روشن و تربیت فرزند خاص لازمه حتما بهش مراجعه بکنین. آدرسشون هم خیلی سرراسته، خیابون ابوذر روبروی بانک ملی، پلاک 523 با مجوز رسمی از سازمان تعلیم و تربیت کودک.